راحت میشی. خب دیگه دارم میگم اگر میخوای واسه پاسی داری فکر میکنی اول نام متال بعد سرفیس بعد متال فرمینگ و میشه. گفتم ساسن سخته یعنی منظور که معلوم نیست چجوری بده. اگر مثل نچرال بده چی بود ریسورس من 30 شدم بچه‌ها من فکر می‌کنم به خدا فکر می‌کنم مثلا من 30 میام. آقا من اگر بهم 24 هم میداد اکسپت می‌کردم چون من خودم نگرفتم، من نوشتم هر چی بوده، من از روی فهمیدن درس نمره نگرفتم. یعنی اینجوری نبود که بگم اوکی 24 شدم میخونم میفهمم، نه هر چیز همینه، ساسه اینم همینه، هر چی هست میگیری. عشقی نمره میده. عشقی یعنی منظور که سوال میده دوست داره ببینه چجوری تحلیل میکنه. واسه میگم شما ترایی بزنید 20 اگر این حرفی که زدم رو انجام بدی که فکر کنم به برنامه شما دوتا میخوره. حالا شما نمیدونم سرفیس نام متال اگر بتونی اینترن ببندی 20 روز داری واسه ساسن، 20 روز واسه ساسن بسته است. هم زندگی تو میکنی هم روزی 3 ساعت بشین. چی الان میگم دیگه. الان 20 یا 19 20 6 روز شما 8 روز دیگه چی دارید؟ یعنی 7 روز جز امروز که شب حتما یه ریویو کنید 7 روز دارید. 7 روز چند ساعت درس میخونید؟ خودمونی هر کی عددی 7 ساعت. شما 4 ساعت شما در 24 ساعت 12 ساعت عالیه. بگو چقدر بابا. شما 6-7 ساعت میخونید تا 12 ساعت دیگه بذارید. شما باید 4 ساعت بذارید روی سرفیس، 2 ساعت بذارید روی متال فرمینگ. آخه ببین 2 روز آخر سرفیس رو بشینید پای فقط سرفیس خوندن، چرا قاطی کنید؟ مثال میگم، نه فهمیدنش حفظ نه. خب بعد با این وضعیت نه این واسه زندگی ها به خدا. یعنی شما فردا روز 1000 تا کار داری، یه دونه که نداری، 1000 تا کار داری. اگه بخوای بگی من فقط اینو انجام میدم، فردا یه خونه یه کاری داری تو خونه‌ت، یه خونه کار داری، یه کار سوشیال داری، قراقاتی میشه. خب اسلاید 2 در مورد کلین کردنه. چجوری بخونیمش؟ کلی حفظیات داره. اول کلی بعد برو جزئی. کلی چیه؟ صفحه 3 پی دی اف نوشته کلین چی هستن؟ میگه آقا نیاز داریم که یه سرفیس باید اول اجازه بدیم یک سری فنومنا اتفاق بیفته. چیزی به نام ریلکسیشن داشتیم، بالا پایین میرفت، ریکانستراکشن داشتیم. یادت میگم سرفیس انرژی داره، اینا سرن تکون میخورن. این کارا رو میکنن خودشون رو ریلکس میکنن. میگه پس اجازه بده ریلکس کن، بعدش حالا سرفیس رو میتونی بری سمت کلین کردنش. چرا کلین باید بشه؟ دیگه هممون میدونیم سطح باید کلین باشه. حالا به نظرتون ساده نیست؟ سطح باید کلین باشه. خب چرا باید سطح ساده کلین باشه؟ برای اینکه اگر بعداً بخوای سرفیس بزنی مثلا انجام بدی دو تا دلیل دیگه. اینجا فقط همین، بعد فقط بخونی ببینی دلیلش چیه. برو بعد فهمیدی چی شد؟ یعنی نه اونقدر ساده است که نخونی، نه اونقدر جدیه. نوشته کوالیتی سرفیس فور پروداکشن. راست میگه، تولیدات وقتی میاد سرفیس رو باید چی باشه. دوباره اومده گفته یه سری مکانیکال. الان فکر کنم سوال داشت. چی؟ خب and allowing key phenomena to occur to reduce surface energy. وقتی از وسط نصف میکنی اون سطح ها یه سری گفتم ریکانستراکشن، ریلکسیشن فلان اتفاق میفته، ریلکس شد. بعد تو صفحه بعدی اومده گفته خب آقا دقیقاً کریستال باید دقیقاً مثلا یک کریستال لاتیس باید فرش باشه. همون حرفایی که زدم این همونا.
باید از وسط وقتی نصف می‌کنی اون همون پریود طوری که هست باید باشه، یعنی باید مثل فرش هیچ تغییری نباید بیفته. میگه یه چیزی به نام ریلکسیشن هست، توی چه قبلی داشتیم اونجا توضیحشو نوشته. توضیح مهم نیست، بالا پایین میرن، ریکانستراکشن اینجوری میرن، دو تا حالت تموم شد. بعدی میگه لارجر اسکیل ریکانستراکشن اینجوریه، میگه بزرگتر. ترمالی ایندیوس رافنس، میگه ترمالی اتفاقایی میفته این باعث میشه سطح رافنس یعنی چی؟ یعنی زبر بشه. surface relaxation due to چی adsorption، یعنی چی adsorption؟ یعنی یه چیزای سطح میریز، مثلا سطح اینجاست، همین گچ که میفته روش ممکنه بره داخل، وقتی میره داخل اون ریلکسیشنه بود اتفاق میفته. هیچ چیز خاصی نیست، فقط باید بدونی که چیه، اسمش ناآشنا نباشه، حفظ نشینی کنی بگی on relax clean surface form chemical، فقط باید بخونی بفهمی چیه. فهمیدی چی شد؟ میرسیم جا what does clean mean؟ کلین چه معنی میده؟ یعنی کانتامیننت روش نباشه. کانتامیننت چیه؟ پارتیکل، خدمت بگم اویل، گز، فلانه، همه. بعد میگه کلا دو نوع هست، یکی اکسیلاری ان اپریتینگ سابستنس، چیزایی که تو اپریتینگ پروداکشن و اینا هست مثل گاز، لوبریکانت، چیزایی که هست میریزه. یکی هم پارتیکولیت کانتامیننت که از هر جایی ممکنه بیاد. دو تا کار میکنن، کمیکال کلینینگ، مکانیکال کلینینگ. فقط یه چیزی ببین، صفحه 10 نوشته factors in selecting a cleaning method. مثلا این چیزها رو شما باید حواست باشه، ممکنه از اینا بده تو اوپن کوئسچن. چیزی که فاکتور میشه یا میگن دیپند، اینا مهمه. مثلا نوشته اگر بخواید، ببین پس فهمیدیم چرا باید کلین کنیم، اینجا دیگه بکشمش، کلین کنی. حالا این که فصل 1 بود یادتونه، فصل 2 هم اینجا بریم. پس کلین چیه؟ فهمیدیم. حالا کلینینگ، یه سری کلینینگ متد داریم، چند نوعه، چند تا روش، شیمیایی، مکانیکی، فلان. تا اینجا اوکیه؟ همه اینجوری هست. چی شده؟ اوکی. صدا نمیاد؟ آخه چی؟ آره میدونم چی هست، واسه چی هست، ولی الان صدا میاد؟ بلندتر بگم؟ نه بابا اوکی. ببین کلینینگ چند روش داره، کلینینگ متدا هست، ترم، شیمیایی، همه نوع، مهم نیست فعلا. ولی قبل از اینکه بری چجوری میتونی بگی من از مکانیکی استفاده کنم یا از شیمیایی؟ این نوشته 4 تا فاکتور. یک، اون چیزی که ببین یه سرفیسه، یه سری چیزا روش هم میخوایم اینو حذف کنیم. یه دونه اون مهمه، یک چقدر تمیز شه، نوشته degree of cleaning is required. و 3 purpose of cleaning، همونه. 4 خود این substrate، همین سطح. غیر از اینه اینو فقط شما باید بلد باشی. حالا دونه دونه شو حالا توضیح داده، میخوام بگم چجوری بنویس. من توی جزوم حالا میبینی اومدم اینجا نوشتم 1 2 بقیه رو 3 گرفتم. 1 کانتامیننتی که باید ریدیوس بشه، 2 درجه کلین شدن، 3 بقیه چیزا. بعد نگاه کن صفحه بعدی رو، میخوام به اینجا برسم. چرا این کار کردم 1 2 3 دادم؟ که یادم بمونه. تو صفحه بعدی اومده راجع اون کانتامیننت ها صحبت کرده، نوشتم 1 که تو ذهنم بدونم بابا صفحه به هم نریخته، داره 1 رو بازش میکنه. چرت و پرت، کانتامیننت واریس، اویل هست، گریس هست، سولید هست. بده بعدی چی میخوای حفظ کنی؟ 2 همین فکرت آزاده بدونی که بابا صفحه رو بلدم. 2 دیگری آف کلینیس، میگه هر روشی یکی خیلی باید تمیز باشه، یکی باید کم تمیز باشه، مهم نیست. چجوری میفهمم؟ با روش ویپینگ. خندتون میگیره، دستمال میذاری میکشی، دستمال رو نگاه میکنی تمیز. نه ببین یکم قضیه تخصصی تره، داری اشتباه واقعا همین میکشی. 3 آدر فاکتور، گفته اون سابستریت هست، اگه آلومینیوم باشه. ببین اینجا این خیلی مهمه، اینو گوش کن. بعضی از درس‌ها مثل این درس راجع به یه سری چیزا سوال نمیده. اینجا اومده میشه آلومینیوم دیسالو میشه بای ماس اسید، با بیشتر اسیدا حل میشه.
اینا رو شما نیازی نیست حفظ کنیم. این چرا؟ این درس مشخصش اینه که کیس استادی زیاد داره، اکزامپل زیاد داره، فقط میخواد بهت برسونه، کانسپت رو از تو میخواد. من الان ازم بپرسید واقعا نگاه نمیکنم، نمیدونم بعد از آلومینیوم چیه، واقعا آلومینیوم نمیدونم، واقعا نمیدونم، نخوندم. آره ممکنه بیاد مثل خنتا یا بقیه که یهو اش کردن یهو سال سخت دادن، میتونه بده، ولی خیلی زیاده، بعید بدونم از چیزای ریز بده، مخصوصا سوالایی که گذاشته. کلاسیفیکیشن، دسته‌بندی. واسه خودت بگیر، این نوشته سه نوع دسته‌بندی داریم. دسته‌بندی بر اساس متد فلان بیسا، یعنی همینقدر ساده. بلاست کلینینگ، مکانیکال، فلوید، سالونت، کمیکال، ترمال. 6 تا حالته. حالت اول بلاست کلینینگ. فقط اون میگم که یعنی میگم میدونیم، ما قرار نیست حفظ کنی، فقط باید بگی میدونم. باید تو ذهنت یادت باشه. میخوای اینو بخونی؟ بگو. چشاتو ببند، بگو کلینیس چند تا مدله. یک بلسته. بلست چی بود؟ نشینی حفظ کنی. بلاستینگ ایجنت آر د تول اکسلریتد نکنی یا نه باز بکنی. الان ببین اینجا چی نوشته، بخوام بهت بگم، فقط جون من نگاه کن. این بلاست اومده یک بلاست کلینینگ رو داره میگه. پس چی شد؟ کلینینگ‌ها 6 تا مدل بود، یه مدل رو داره میگه. این بلاست کلینینگ blasting agent are the tool accelerated to strike the surface of the workpiece being processed blasting material. Contamination is removed during the process by abrasion. Air, an impeller and water can be used to accelerate the... آقا اینو بخوای حفظ کنی. مشکل ما چیه؟ یه بار هم نمیخونیم، شروع میکنیم از اول به حفظ کردنش. غیر از اینه شروع میکنی بگی بذار بلاستیک ایجنت. ها شما نمیکنی؟ من نمیکنم. اشتباه. آقا بخون چی میگه. بلاستیک ایجنت حتما یه ایجنتیه. تول اکسلریتد یه تولیه، شتاب میده به اینا. استرایک د سرفیس میزنه. چیه؟ شن میگیره بالا میزنه. حالا نوشته با توسط ابریژن. کل اینا رو بریز، فقط ابریژن رو باید اینجا حفظ باشی که بدونی با ابریژن اینا کنده میشه. حالا تو اکسلریتر مهم نیست. اکسلریتر یعنی چی؟ چه سوالی میخواد بده؟ میخواد بگه اکسلریتر چیست؟ اگه بخواد سوال بده احتمالاً میگه تو مثلا بلاست کلینینگ چه عملی اتفاق میفته؟ ابریژن یعنی سایش. حتی اینجا چی حالا نکرده ولی نوشته با ابریژن. میگیری؟ یعنی کلمات سخت است. استرایک، اکسلر مهم نیست همه رو حفظ کنی، مهم اینه که بفهمید چی میخواد بگه. خب آقا با ابریژن میزنه میره. حالا اینا میتونه تو آب باشه، میتونه تو هوا باشه. نوشته میتونه تو هوا باشه، تو آب باشه. بهش میگن اسماش مهم نیست، تو میفهمیش. وقتی میگه ایر کامپرشن، ایر یعنی چی؟ ایر هوا. وقتی اینجا میگه مثلا ایرلس یعنی هوا نیست. یا فکر کنم واتر جت، ویت بلاستیک یعنی چی؟ خیس. حالا تو بشین اینا رو حفظ کنی و به خودت اعتماد داشته باش سر جلسه. اینا کسی نیستن، به خدا دارم میگم. یعنی بگو بلدم. این که آدم فکر کنه خیلی همه چیز جدیده، ممکنه یه چیز ساده جواب نده. همین بگی ویت پلاستیک کدومه، تو بلرزه بگی پلاستیک چی بود؟ ویت واتر. همین اشتباه رو من سر دکتر صبوری کردم. سوال داده بود، جواب تو سوال بود، گفتم عمرن استاد اینجوری سوال بده. نه، بعضی از اساتید همه اینجا باید 6 تا سوال راحت بدن حتما، چون مثل ایران نیست. اینجا نظارت داره، شما درست باید یه تعدادی حتما پاس بشن. بقیه سوالا هیچ سخت‌تر میشه واسه اون نمره. سند بلاستینگ حالا داره میگه اون چیزای تیکه تیکه بود، یه سریش سنده یه سریش هیدروه یعنی آبه. حالا میخوام اینو بگم بهت چی جوری من واسه خودم ساختم. اینجا اومدم صفحه اول 6 تا حالته، اومدم عدد گذاری کنی تو جزوه‌تون. 1 سند بلاستینگ، 2 سند، 2 3 4 5. حالا رفتم جلو. ببین میخوام بگم عدد یادت نره. 1 اومدم توضیح دادم، اینو کردم 1.1 1.2 تو ذهنم. چرا؟ یعنی بازش نکنم، یادم باشه کل درس 6 تا قسمته. این بلاستینگه، خود بلاستینگ سند داره فلان داره، تو ذهنت اینا باشه، حفظ نکنی الکی. اون دیده رو داشت باش. ببین چرا
شما به ترتیب میریم سند بلستینگ فلان 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 میرسی تاش به 4 یعنی یک چی بود. حالا اینو گذاشتم. مکانیکال که خب سند که گفتم سند با شن این کارو میکنه. هیدرو نوشته که آقا با واتر این کارو انجام میده. خدمتت بگم مکانیکال خجالت آوره، یعنی درسا خیلی شوخیه، ما اشتباه میکنیم، زمان نذارید. چه میدونم براش میکنی، پولیش میکنی، خیلی ساده است. سه فلویدیک فقط فرقشه همون مکانیکی و هر چی میتونه باشه. یه آبی هم یه حمومی هم هست که میزنه میشوره، اون که کثیفی ها هم میزنه میشوره، بهتر بگم دیسالو میکنه، حل میکنه. فلویدیک کلینینگ یه روشی داره. ببین سری نرو بعدی. اینجا نمیشه فلویدیک، اینجا نمیشه فلویدیک اولتراسونیک. یعنی چی؟ یعنی یه روشی از اونه. اینجوری برو جلو. یه روش اولتراسونیکه. اولتراسونیک همیشه یادتون باشه. سونوگرافی اولتراسونیک میدونید دقیق چیه؟ سختش نکن. یه اصلا بگید اولتراسونیک یعنی چی؟ برو کاری صوتی هن شما چی میگی؟ اولتراسونیک. سونیک از صوت. میخوام بگم ببین ما پیچیده‌اش کردیم. دیدی کلمه سخته، برو فقط سرچ بزن دیگه. اینا چون زبانشونه اولتراسونیک شنیدن صوت دیگه میدونن صوته. صوت میاد دیگه ادامه‌شو میخوام بفهمیم. صوت یعنی چی؟ ما اشتباه میگیم سونوگرافی فلان. سونوگرافی سونوگرافیه، اینجا بهش میگن سونوگرافی. سونوگرافی اینا چی هن؟ امواجی هن، امواج صوت هن. صوت میره میخوره برمیگرده، غیر از اینه. حالا این میره میخوره یه سری حباب ریزه، حبابا رو میترکونه. این حبابا که میترکن بهش میگن میکروجت. میزنه کف هر چی کثیفی آقا کاری نداره. یه سری حبابه. فکر کن اینجا من میخوام اینو تمیز کنم. آب بریز، یه چی بذار، تش بذار، سونوگرافی بذار روش. امواج صوت، صدای بلند میاد چی میشه؟ حبابا میترکه. حباب میترکه، موج مگه تولید نمیکنه؟ 3 صفحه داره توضیح میده. چون اینا میدونن. اولتراسونیک ما هم اول کسی نمیپرسه اولتراسونیک یعنی چی. حالا یه چیز قشنگتر، اولتراسونیک یعنی اولتراسونیک فراسونیک. چه بسا فراد تو چی؟ سرعت. پس سرعتش بیشتره، قوی تر. حالا اینجا چی نوشته؟ Ultrasonic cleaning is a process in which ultrasound is introduced. صوت میخوره کلش این شده. Is introduced by means of vibration generator mounted in a cleaning basin. فهمیدی؟ اوپن کوئسشن بهت میده. اولتراسونیک چیه؟ فارسی میشه بهم بگی الان توضیح میدم. فارسی خواهش میکنم فارسی. کاملا. اجازه بده. اول زیر نظر فلویده. ببین خب مقدمه بچین. باید واسه اینا ببخشید من اینو میگم منظورم خودمم. آدم باید اینا عاشق اینه که دانشجو فقط حرفه. آخه چرت و پرت بگه. شروع کن. Cleaning is an important thing in the production. One of the category of it is fluidic cleaning. One of a special آقا کلمه واسط بده دیگه. A special technique of the fluidic is ultrasonic. Ultrasonic is use of بگو wave. اصلا بگو کلمه نمیدونه. wave کجاست؟ نمیتونی بگی wave میخوره. بازی بده. همین الان منم به خدا ندیدم ها، عکسم نداره. احتمالاً یه سرفیسه، یه هموم که میگم این بس هی میگن چیه؟ یه وان. حالا تاش چی میشه؟ بس. سری میگی بس یا the fluidic بس. جنریتور، گان، هر چی میتونی بگی. یه چیزی داره ازش میاد بیرون. اینجوری بازی بده. نه واسم یه خط بنویسی صوت میخوره خدا نگهدار. صوت میخوره چیکار میکنه؟ The bubbles of the water. خب آقا این کلمه‌ها یادمه. خب تو یه بار بعد اینو که بخونی میاد تو ذهنت. گرفتی؟ ولی حالا من تو چیکار میکردیم؟
ultrasonic cleaning is a process in which ultrasound is an instrument mounted. اصلا میمونی. cavitation. آقا بزن یه cavitation همین که گفتم بهش میگن چی؟ حفره میترکه. 4 سالونت. چهارمی روش. اول روش چی بود؟ ساده ترینش بود. منم ببین یادم رفت. یک بلست بود. چی میشه شنومن. 2 فلوید بود. 2 مکانیکالی بود. 3 فلوید بود. 4 کدوم سالونت سولوشن حل میکنه. نوشه. 5 کمیکال کلینینگ. اسم آلکیل، اسید. اینا فرقش چیه؟ خب سریع پیش خودت بگو فرق اونا چیه؟ اون حل میکنه سولوشن. 5 کمیکال ریاکشن میده. آلکالین کلینینگ. آقا این جدیده. آقا قبلی رو بخون. قبلیه نوشته کمیکال کلینینگ اسید آلکالیز. خب یعنی جزء کمیکاله. بازم میگم عدد بندی کن این فصلو. آلکالین امولشن نوشته یوزز ارگانیک. آقا از کجا؟ توی سالونت کلینینگ نوشته ارگانیک. من اینجا این جزوه رو بهت میدم ولی میخوام بگم اینو بدونی بفهمی چی جوری داره عدد گذاری میشه. اسید کلینینگ چیزی نیست. یک کدوم با اسید میشه. حالا چی رو حفظ کنم؟ من خودم نمیتونم اینو حفظ کنم که ریموو میکنه اویل و خب معلومه یه سری چیزا رو میگردم دنبال وجه فرقی که اون بخواد سوال بده. نمیشینم اسید کلینینگ. من اسید کلینینگ الان به خدا نگاش نمیکنم. واقعا چیزی که حفظم میدونم روغن و اینا رو میزنه پاک میکنه از روی همه سطحی و احتمالاً هم توی اسید چجوری میذارن یا میذارن توی تشی میکنن یا اسپری میکنن. بریم بخونیم به خدا. این اومده میشه remove oil and light oxide. اکساید من حفظ نکردم ولی خب بیاد from metal surface use it acid solution combined with water miscible solvent wetting and emulsifying agent common application soaking spraying whipping چه بدونم و cleaning acid include hydrochloric nitric. بابا چرا باید اینا رو حفظ کنی؟ HCl چیه؟ اسید. اگه بخواد گزینه‌ام بده اینجوری میشه فهمید. نمیده که این سوال. اگه بده ببخش. من اینو همیشه میگم تو دلم ببخش. میگم گوره باباش من چیکار کنم؟ اینجوری سوال بده. هیچ وقت میتونه از یه چیزی بده من و شما حفظ نباشه. این درس و اگه هم سوالاشو ببینه حالا میری سوالاشو میبینی اینجوری نمیده ریز. الکتروکمیکال. کمیکال رو یاد گرفتیم که ریاکشن بوده. الکتروکمیکال فقط ببین همه اینا یه چیزی در آخر. یه کثیفی رو سطح ما باید یه نیرویی بزنیم بندازیم. این نیرو از کجا میاد؟ سندبلست نیروها یه اکسلراتور شتاب میده. اونا یه نیرو انرژی کینتیک چی میگم؟ انرژی جنبشی میخوره میکنه. اولتراسونیک انرژی صوتی. فلوید انرژی شیمیایی. الکتروشوک توی ظرف شیمیایی انرژی الکتریسیته جدا میکنه. همینجوری. ترمال کلینینگ. ترمال یعنی چی؟ یعنی با گرما، حرارت، باندای باندای کثافت اون هر چی هست. یه دوبار. ببین نوشته ترمال کلینینگ، لیزر کلینینگ. این یعنی چی؟ یعنی لیزر کلینینگ زیر مجموعه ترماله. اگه ازت پرسید لیزر چیه؟ اول همین الان اصلا نخوندیمش. به نظرت چیه لیزر؟ میخوام بگم که ببین. اصلا احسنت. کلینینگ آفرین. آروم آروم بگو. بیا آروم آروم بگیم. به خودم هم میگم شاید یه مشکل ماها اینه که نمی‌نویسیم. بگو. خب. Industrial laser cleaning or ablation is the process of cleaning away undesired material کثافت آشغالا undesired material from a solid surface by irradiation it with a laser beam. حرفی که زدیه دیگه. اصلا تو نخوندیش. By absorbing the energy of laser. ببین حالا انرژی میخوره، انرژی رو جذب میکنه، انرژی صرف این میشه که باندها هر چیزی حرارتی میشه، انرژی حرارتی جدا میکنه. برو تو دلش بنویس واسش. فکر نکن چیز سختیه. ما نمیدونیم لیزر کلینینگ گفته 3 تا چیزی داره. لیزر، فلاکس، ویولنس. اینا میتونی تغییرش بدی. من اینا رو میذارم روز آخر. چیزایی که چند تاییه من حفظ نمیتونم کنم. من اینو 4 بار خوندم نمیتونم حفظ کنم.
روز آخر لیزر فلاکس ویو پالس. پس با این سه تا میتونم بازی کنم. سه تا پارامترشه، حفظ باید کنم. اسپشیال یه چیزی از به نام پلاسما، اینم بگم تمام یادت باشه. 4 تا حالت داریم: مایع، گاز، جامد و پلاسما. عجیب بود واسه داره، جدید بود نبود؟ شوخی میکنم باش، شوخی میکنم. آفرین. جامد، گاز، مایع. ولی حالا پلاسما چیه؟ همه‌تون که گفتید آها پلاسما چیه؟ به خدا منم نمیدونم. باز من اصلا یه چیزی جدا. منم یه چیزای خوندم. اصلا یه چیز جدیده که هنوز خیلی اصلا قبولش ندارم. ولی نیازی نیست ما اینو بدونیم. فقط یه چیز بدونیم. اینجا چی گفته؟ گفته با پلاسما میخوایم اولین چیز، خیلی خوشگل این حرفو دیدی، من باشم اینو مینویسم. The fourth state of the matter is. بگی من میدونم پلاسما چیه؟ به خدا قسم همینقدر ساده. دست کم نگیرید، همینو بنویس اول. حالا دو تا نکته که مهمه اینجاشون تاکید کرده. پلاسما یه چیزی هست، پلاسماییه، یه حالتی مثل گازه، یه گاز پر انرژی بهش میگن پلاسما. یه گاز پر انرژی میاد دور اونجا دو تا کار میکنه. یکی اینکه خود پلاسما با نور یووی، نور یووی چیه؟ اولترا وایولت، چی میگه؟ فرابنفش. بالاتر از با نور فرق داره. میزنه خود اون جدا میکنه، همون نور تبدیل میشه به گرمایی. دو، وقتی که میخوره اینا که کنده میشن توی گاز کنده بشه چی میشه؟ پرت میشه این ور اون ور. تو پلاسما باعث میشه اینا رادیکال بدن. رادیکال چیه؟ یادتون میاد رادیکالو؟ رادیکال C H4 متان اینجوریه. خب C 4 تا چی داشت؟ الکترون داشت. ها؟ وقتی H های تکی می اومدن سمتش، دونه دونه به همه‌شون وصل میشد. اگه یه دونه H رو ازش بگیری، یه دونه نقطه الکترونش فعال میمونه. به این میگن رادیکال. C رادیکال یعنی این. هست زیاده. Cl2 رادیکال هست، یه راه همه جوره هست. رادیکال یعنی فعاله. یه ماده که کنده میشه ماده اویل، مثلا اویل مثلا C2H6 توی گاز پرت میشه این ور اون ور. ولی تو پلاسما چون انرژی بالایی داره یه دونه اچاشو میکنه، یه نقطه میشه، ریاکتیو میشه. خود همین خود آشغالو میبره. خودش اینقدر قویه میزنه سطح دوباره خراب میکنه. اینجا دو نکته زده همین نوشته فقط با یوویه کنده نمیشه. انگلیسیشو بخونم من چقدر سخته ولی ما فهمیدیم. Ultraviolet light UV generated in the plasma is very effective in the breaking most organic bond of surface contaminant. These help to break apart oil and UV میزنه organic bond رو خراب میکنه. The second cleaning action is carried out by the species created in the plasma. Highly reactive oxygen radicals can be used to react with organic ادامه داره تو خط دیگه. حرفش یه چیزه. حالا شما وقتی اینو فهمیدی الان فقط میخونی. 4 تا کلمه حفظ باش که اونجا اومد کلمه ها رو باش بیاموزیم باید بازی کنیم این فصل‌ها رو. تمام شد. فصل 2 تمام شد ان شاء الله. السلام و برکاته. میریم فصل 3.